دوستان سلام. امروز براتون طریقه ساخت اکانت پروفشنل را یاد میدم که خیلی آسان و ساده است. البته برای کسایی که در افغانستان و ایران هستند 100% این ویدیو را تا آخر ببینید. خب در اول ما به خاطر ساخت اکانت پروفشنل باید یک وی پی ان خوب از اپستور یا از فروشگاه دانلود کنید. در اپستور رفته اینجا نوشته میکنیم جم وی پی ان. جم وی پی ان چون من از قبل دانلود داشتم اتومات باز میشه. اوپن میکنیم. در اینجا 100% باید کشور جرمنی را انتخاب کنید تا اکانتتان سر کشور جرمنی فعال شود. وقتی که را روشن کردین اینا وی پی ان تان روشن از سر کشور جرمنی، دوباره برگشت کرد از سر گوگل کروم یا در آیفون یا در هر موبایل دیگه هم میشه. اینا باز میکنیم. دیگه نوشته میکنیم tiktok.com. چون مستقیم از طریق تیک تاک نمیشه اکانت جور کرده پروفشنل، باید از گوگل کروم بریم. دیگه لوگین میزنیم. منتظر باشین صفحه بعد باز شه. خود تیک تاک اتومات باز شد. بعد دوباره سر پروفایل کلیک کرده اینجا ما شما لوگین میکنیم، یعنی اکانت جدید برای خود باید ما شما جور کنیم. دوباره سر سینگ اپ منتظر باشین. سر یوزفون نمبر دیگه اول باید ما تاریخ تولد خدا انتخاب کنیم. نکس میزنیم. میبینیم مثبت 49 یعنی کد کشور جرمنی. سر ایمیل رفته و ایمیل تازه‌ای که خودتان برای خود جور کردین را وارد میکنیم. وقتی که وارد کردیم دوباره یک پاسورد یک یوزر برای خود باید انتخاب کنیم که در یادتان باید باشه. در ایمیل که شما وارد کردین براتان یک دانه کد میاد و این کد 100% اینجا باید وارد کنین. خب وقتی که وارد شد اینال برای خود یک دانه نام به خاطر تیک تاکتان انتخاب کنید یا یوزر نیم. نکس میزنیم. به می سادگی اکانت پروفشنل براتان جور شد و تمام گزینه های درآمدزا هم 100% فعال است. صفحه ما را لایک و فالو کنید تا از ویدیوهای آموزشی دیگر با خبر شوید.